گیلک با کجا میری گیلک؟ سمی جان جانه مبارک بشی مبارک بشی یک سکیره مبارک بشی چی رقمه؟ تو هم پیار داری پیاستونه گیلک؟ بله ایربامه بخریدم نیه گیلک بله که بخریدم این سکیره به تو خریدم کاغذ فیچه کاغذ فیچ این لیل الفیچه به تو خریدم دیگه به من نخریدم تو هم پیار داری با تو خر نمیخرم گیلک به چند خریدی؟ کی؟ به 5,000 و 40,000 به 5,000 و 40,000 چرا 5,000 من چون دیگه شاید نمیارزه همین تو بگفتم گیلک به تو پیارت خریده دیگه پس مادر میخریده کی خریده مردم تا کجا میخرن گیلک تو کی سکیل سوار شی دیگه چی رقم حاله کچر سپیاده میده و تل نداره بیا تل داره تایرای هم تیاره خب نرم میشه چی میشه؟ نرم میشه پاو سکیل بری چیه؟ خب نه سکیل بیاوردن که من به تا کوچه رو ببرم بخو ای باری بر چختم ایتا حالا گنالی سوار شم نرم میشه گیلک یک تقریبا چی؟ یاد داری؟ خب برو اینجا هم میتونه سکو داره میگه دیدی؟ گیلک برو من برو بیا خونشون سکیله چیه؟ دعینه داری بدی؟ نه بشه پنچش یا عوادم من مهم پیاک مگم بگو من سکیل بیری کنه نیه گیلک میبیرد به هیلا گردن اول باشه شاید لنگ میشم به تاکیساتو نباشه نه نه هست دروغ میگی لا سودا مثل پیاخون سوال چی چندیه؟ دایه لسوال مثل ما پیاخ بده جوان امیر با من یک چرخ برو تا به زوی سر پیچه پس گیلک من مگم پیاخ بگو من سکیل بیری کنه بگو بخرم بابا تو پیار تو داری پیار نداری که به درد تو بخوره میخرم ماما این کاغذ فیچه گیلک برو چه کاره برو یاد داری بسته بری زودی بیا یاسته بری اشته راه میره با من سنگینم مگر رو نشینم بیا بچه گیلک من سنگینم نمیشم من به هر جا که برو میره به دست خونه برو بشه خو سکیل بری چیه تو دیونی من سنگینم من 110 کیلویم برو میبره نمیبره کسوار شو تو ها نمیشه میشه تو دیونی خدای نکرده خاک به زبون ما مشکنه کتی اگه بشی بالا شو نه تو بیا چینگ پیران خود نه تو گیره جو تو دیونی تو تیاره نمایه روزا پاک کنی او کجا بدی؟ چه باید؟ کجا رفتی اصلا؟ تا کچه بگو تا کجا چه کار میکنی؟ امیته بابا بله بله خواهیم دیگه کجا برو؟ بابا جو بله ما یک سکیل بیری کنیم بابا شکر تو سیره تو از هوا کم میدنی از زمین سکیل صفر بابا 45 خوب سکیل میدن خب میدن بالا 45 پیاده دارم تو میگی 45 از سکیل میدن خر کار که دیدی رو دیگه دست میدهی کار با سکیل هم نهی بابا این چی خاله و گیلک همال تا کوچه دیدم یک سکیل بزرگ بیرون نکرده پیاریو سکیل نره سکیل بیرو که پیاده پول داره بچه گیلک میره کار هم میکنه او گیلک از حساب سخ و مرز کنه که دیوانی عقل کمال نداره سکیل داره من ندیشته باشم او همه تو چیزی ندیم به جا کار میره کار میکنه مثل تو از صبح تا شام دیوونه میشه برای بخواه بابا خب من کار میکنم یا پولا دست شما بده شما کجا میکنی پولا؟ کجا به من پول دادی؟ هنوز از من میستونی پس این ماش ما چه کار میشی که میستونم؟ ماست خود تو با بازار میری خرج میکنی رو 20 تا کیک و کلوچه میخوری بابا دیگه کار داره بابا گیلک سکیل داره مگه ما بیری کنی اما یا پول بده من خودی گیلک میره یا خودی پیار گیلک میره و یک سکیل بیری میکنه
اول گیلک تو پیش کرده که برو سکیله. نه بابا چرا که اوه سر کار خواهم میره سکه ندارم ادیک واسه چه خواب برم یک جای مدام میره به جای میبرم شما شاید بریم به جای شما ببرم من پول ندارم ولی با خونه 1 روپیه پول نیه. بابا هست شما نمیخریم بیدار ما خواهیم کرده با کسی خورد نیه دیگه پول. ها پولا شما خواهیم میکنیم با بابا کجا میکنم؟ خرج خونه میکنم. افغانه بابا مقصد شما بگفتیم یک کار به دست شما ندارم بابا جان پول نیه به خرج خوب بمونیم. بابا میرم در سر گیلک رو پیار میگم باید ما کاری پول بده کم میرم شما ده نه گیلک به تو پول میده. از تو همه کمی بشه میسکنه. بابا آنی بگفتم ما دست شما اگر کار ندارم بابا هرچی ماستیم بابا جان پول نداریم بلکه کار غریبی پیدا شه میخره آدم به بچه خود هر چیزی میخره بچه خوبی باشه هر چیزی برای میخری سکیل چیه؟ بابا من کار میکنم پول میارم هر یک سکیل ما نمیخری شما باشه دست ما به جای باشه پول به دست ما بیای به تو سکیل چی که میتره میخره ما تا خبر من باشیم بابا این چی میگه معطل خبر ما باشین؟ این چکار میکنه؟ با چی دست گولی با ما قرار میگه؟ عباس کجا رفتی؟ عباس کجا میری تو؟ میری بس بگرد تو کار نرو عباس یا تو کار نرو میگم بله این برار تو به کجا؟ کدی برار می چند تا برار داری؟ همین این برار برو گیلک برارا منم همون گیلک میگم چری چی مای ماما بیا مادر به گوش زیر گوش این بچه مخزیده که برو پیات پول داره سکیلی بخر خوب سکیل ما پول نداشتیم که بخریم بری و از صبح از سرا بیرون شده معلوم نیه که با کجا برفته درکی ندارم خب ماما بچه خود پیدا کنین دیگه بچه شما نیه درک نداره که ماما گر بین در سرا مای خرمار 24 ساعت همون برا تو خودی و میگرده خودی هم چیز میکنه همون یاد داده خود رفیقم ماما همسایه خودی هم میگرده دیگه غم نداره چه کار میشه یعنی مال چکا کنم او را کجا پیدا ما کنم چی میفهم ماما که ماما گر خود خوبیم به خند ما بندازی حالا تو هم درک برار خورده داری نه بدر شده دیگه سکیلی بری بخری دن ساعتی کیله که ماما گر خود خوبیم به خند ما بندازی چه کاره؟ این چی لاله رمزون بیامدم میگم بچم بچی ما برار تو به بچی ما گفته برو به خود خود به پیار خود سکیله بخره خود خود من به خند ما بندازم چی گپ ماما؟ همین بچه ما عباس خب بیامده که بابا سرسو بیامد که با من سکیلی بخر خب ما گفتم حال بابا پول نیه پول نداریم 1 روپیه نداریم ای قرض میکنیم میخوریم مال 50,000 روپیه 60,000 روپیه کجا بیارم با تو سکیلی بخرم گفت با دست رو تو سکو که اشتا کاره بود از صبح بیرون شده حالی درک ندارم برار از این هم نیه او هم نیه ولی به چیخ پیدا کنی چرا به درس راز اینا آمدیم شما؟ خب این برار درک داره که برار برکی ببینم گیلک برار نگفته میگم گیلک برار تو گفته برفم برار به کسی ماست میگی میکنه به چی شما ماما کنه جو سعی کنیم اول به گناه خود شما و بچه خود یک سکیله بخریم بفهمیدین؟ دیومی هم اون گیلک بیامده اون تیز بیا گیلک بده آن گیلک بیامده اون دیومی هم مامای من هر کس که یک چیزی بگفته شما نباید که بیایم در سر از او بگیم اون گیلک بیامد بیا گیلک همین گیلک 24 ساعت خودی میگرده میگرده ماما اون میگرده او رانو دگه میری نه باور کو 1 ساعت دیگه بچه بگم شما گیلک کرده نمیدونم دیگه پر نزنه ماما 100 نفر شما ملامت میکنه شما باید به در سر از اینا نه آن بیامد آن بده بیا گیلک بیا دارو به چه مردم بدرا میکنه بدرای چی داره ماما خوب هر کی سکن خیلی مگاره به بالا وقت که بچه شما مگاره بابا بخیره جان 24 ساعت خودی هم 24 ساعت میگردم بیا گیلک آن بیامد بیامد گیلک این ماما بیامد اما در سرا شما که میگن که
تو به بچی عدین عباس چی گفتی؟ چی گفتم؟ آخه میگم تو بر اینو گفتی که با عباس پیار تو به تو سکلی خریده پیار بچی عدین عباس بخره. خب ها بگو تو ماما خوبه شما بچی سکلی بخریم که او مثلا شما گاهی وقتی مولاری داد مولار خورد بابا رقدر که دیگه به تا میله به تا چیز ما بخریدن بابا ما سکلی بخریدم گیلا سکو پیار تو پول دارم من پول ندارم که تو به تو سکل خریده من ندارم بخرم سکو براجو تو باید بگی پیار تو پول ندارم صبر کو به کی بگم؟ با عباس بگی کو عباس که بگم؟ از تو خودی تو بگو تو من بچه ها مردم چی کردی؟ خود من؟ البته مادری بدم گوشی حالا دور با کجا دیدی؟ کی به کجا دیدم؟ عباس که از صبح گمه میگم تا کوشی اسفار تا کوچه سر محلر میگه اونجوگار میگم ماما کی دیدی تو؟ سر صبحا خود دگه از صبح گمه بابا جان بچه من گم شه باور کنه طوری نمیدم نیت زندگی شما در باد میکن آخی برارم از تو که سکیلی داری چلی بچه ها مردم ها بشود میکن چکه ماما مختبیله بلنده شما نخوره یالا کنه از مختبیله ها کسی نی از تو بپرسه پیار تو که با تو سکیلی خریده خب بخریده چرا تو بچه از اینا دشور کردی که تو برو با پیار خب بگو با من سکیلی بخرد گشت باشه آدم آنی بیا بودم خود خدای خان ما میدادم چی میفهم بچه شما نوجوانه ماما میگم از صبح تا حالا گیلک بچه مر برده آن تام بیمدی که میگی نبیده خودم کجا برد ماما؟ من چه خبر دارم صبح دعوت اردش که گیلک سکلی دارم من ندارم خب گیلک سکلی داره گیلک خاری هم داره دیگه من الان بچه شما بیای برات من میآید که تو اشته خاری داری خب بابا جان همه غیر از تو خودی هیچ کس ندیدم بشینه باها؟ بله میره میدون شما گوش کرد غم نداری بوز بخر اگه بوز نبود مرغ مرده بخر از بست تو شیار تکنی ماما جو به حرف برار ساده و نکنم دست کیار خور بلده بسته کن ما این بچه من بابر کافته و پر به سرانه سر تو کچری خروج میکنم میفهمی؟ یک باشه چشما تو روشن سهر مگیت ما بدن قصبی باشه شاید بمونه اما کچیری نمیشنی هم قروت میکنه آه به تو کار دارم بابا این سعودی ها نمیفهمم حال گپی بگو بس سادیو سادی کی؟ برا بچه شما بچه بیاد برو داری که بخور. بری بگی پیار تو برو پول داره سکره بخر بیعقلی اگه بیعقلی نباشی ماما گپ بی نمیگه عقلی گفته خیره بری بابا من 10 دفعه بد کردم خوبه آخه بچه منی از تو من براد میگردم من بد کردم کی به دردم میخوره؟ بگم بچه شما کجایه؟ کجایه؟ بری ماما جان بری بخیر داریم چیخ چی بریم میفهمم؟ باشه که ببینم نه یک ساعت دیگه بریم بخیر داریم برو به سرا کجا بری برو کشی؟ عجب کاریه من رفتم خدا حافظ ماما جو بریم به سراخ یا بریم بچه خوبه پالندر سرا از اینا نه بابا ما همین شهر بپلیدم تمام روی زمین ماما بپلیدم بری جلوشی بری من خودی شما بپالم بیایید کجی بابا او گوسفندی بده نرو به کجا میری؟ میرم باش که برای چهار جای بپاله که بلکه پیدا شده که بیای ماما بیای راست میگن دیگه آنیم بکن نام خدا کته شدم حال جوان شدم و من سکیلی بکنی انال میرم به لطه خونه برو فرشان نگاه داشتم میرم انال لطه خونه میارم هم تا کوچه بایی تا چخ میدم این کلا رو همور میدارم کلا دیگه خود به سرخو میکنم کفته هم نسوزنه و مردم میگم مردم سوخ من کته شدم نام خدا به من سکیلی خریدم کردن ما بند باشه این دفعه عباس سخسخه میکنن که بره به پیاق بگم با ما موتره بخر موتر که بگه پیار از ایوته بیای برای سر کو بالا میکنه میشه مرغی بره میزنه به تمی چیه ساعتیری برای این داشته سکیله قربون عمر داره من صبح یاد کردم میگه در همه بند باشه میگه بی بی خود یاد نکردم که سکیل خود یاد کردم